سلام علیکم، چطورین؟ آقا دیدین وقتی یه هدیه رو خودت درست میکنید چقدر جذاب تره؟ اومدم این شکلات بار پروتئینی و رژیمی ازتون بدم که برای ورزشکارا عالی هم میتونید بهشون هدیه بدین. چند تا قاشق کره بادام زمینی جیف استفاده کردم که 7 گرم پروتئین داره و رایس کیک‌های رژیمی توش خرد میکنیم و چند تا قاشق عسل اضافه میکنیم که انسجام بیشتری داشته باشه. سعی میکنیم با قاشق رایس کیک ها رو ریزتر بکنیم چون قراره به شکل گرد درشون بیاریم. شکلات ها رو تیکه تیکه میکنیم که به صورت بنماری ذوبشون کنیم. از مواد برمی‌داریم و تو دستمون سعی می‌کنیم که گردش کنیم و بعدم توی شکلات آب شده می‌غلطونیم تا همه جاش رو شکلات پوشش بده. بعدش هم می‌ذاریم رو کاغذ روغنی که البته من کاغذ روغنی نداشتم و از کاغذ الگو استفاده کردم. 1 ساعت می‌ذاریم توی فریز تا خودش رو بگیره و بعدش هم توی ظرف مورد نظر می‌چینیم. به نظر خودم که خیلی قشنگ شد. نظر شما چیه؟